یه سوالی که خیلی میپرسن اینه که چرا بعضی دخترای دهه 80 جذب مردای دهه 60 میشن؟ خیلی وقتا این موضوع بحث جماعی دوستانه است. برای خیلی عجیبه. اولین چیز تجربه است. مردای دهه 60 بیشتر پستی و بلندی زندگی رو دیدن و همین بهشون یه آرامش خاصی میده. برای بعضی از دخترها این حس مثل وقتیه که کنار یه آدم با تجربه میشینن و خیالشون راحت میشه. ثبات مالی هم مهمه. خیلی از مردای دهه 60 تو کار و زندگیشون به یه جای مطمئن رسیدن. لازم نیست مدام خودشون ثابت کنن. همین اعتماد به نفس میتونه جذاب باشه. یه پسر جوون هنوز دنبال شناخت خودشه، ولی یه مرد 40 ساله تکلیفش با زندگی خودش روشن‌تره. از نظر نسلی هم فرق دارن. دهه 60 ها تو سختی ها بزرگ شدن و دهه 80 تو دنیای راحت تر. همین تضاد بعضی وقتا جذابه، مثل قطبای آهنربا که مخالف همدیگن ولی جذب نمی‌کنن. خیلی از مردای دهه 60 یاد گرفتن چطور شنونده خوبی باشن، چیزی که خیلی از دخترها تو رابطه به دنبال اونن. یه بخش روانشناسی هم هست که میگه بعضی از دخترها ناخودآگاه دنبال حس امنیت بیشترن. وقتی طرف مقابل تجربه بیشتری داره، حرفاش میتونه مثل یه چراغ راه باشه. بخش مالی رو هم نمیشه نادیده گرفت. ثبات مالی میتونه یه عامل جذاب باشه. البته همه این سطح اختلاف سنی رو نمیپسندن، همیشه موافق و مخالف داره. پس اینکه چرا دخترای دهه 80 به مردای دهه 60 علاقه‌مندن جواب قطعی نداره. بعضی تجربه و ثبات رو میخوان، بعضی تفاهم سنی. نظر شما چیه؟